با مردم اونجا صحبت کردید، چی میگن؟ شرایط اونجا چطوریه؟ جمال، بذار اول از این جایی که هستم با شما صحبت کنم. یکی از محله‌های مرکزی شهر تل‌آویو هستیم. از هتل ما حدود 500-600 متر بیشتر فاصله نیست. محلی است که معمولاً پر از مغازه است، پر کافه است، پر رستوران و محلی نسبتاً گران قیمت. این چیزی که پشت من می‌بینید باقی مانده چند آپارتمان هست که روز 4 جنگ در ساعات اول بامداد مورد اصابت یکی از موشک‌های ایران قرار گرفت و خرابی رو میتونید ببینید. این پشت به طرف اون طرف پشتش تاریکه، اما اونجا هم خرابی زیاده و این طرف هم همینجوری که شاید بتونید ببینید خرابی همچنان ادامه داره. در حدود 200-300-400 متری این محل ما الان وسط یک میدان هستیم، یک پارکینگ و اطراف همه آپارتمان‌های چند طبقه و الان روبروی من یک ساختمان حدود 17-18 طبقه است که هتل بوده و همچنین آپارتمان‌های مسکونی که همه پنجره‌ها داغون شده و طبقات اول و دوم و سوم هم به نظر میرسه که آسیب جدی دیدن. متاسفانه تاریکه الان، من نمیتونم شما بهتون نشون بدم، ولی این وسعت خرابی است. این یکی از محله‌هایی که مورد اصابت قرار گرفت در این جنگ 12 روزه در تل‌آویو. این رو هم بگم که معمولاً اگر این خرابی‌ها نزدیک به جایی است که حساس از نظر نظامی یا امنیتی، ما اجازه فیلمبرداری و گزارش کردن ازش رو نداریم. خرابی گسترده هست و این یکی از مسائل عمده این جنگ 12 روزه بوده، خرابی‌ها و تلفاتی که به اسرائیل وارد کرد. این جنگ به گفته مقام‌های اسرائیلی تاکنون 28 کشته داشته، بیش از 3000 مجروح که خیلی از اینها هم حالشون، بعضی از اینها حالشون وخیم هست و این باعث شد که خیلی ها صحبت از فایده و هزینه این جنگ بکنن. از این نظر که من جایی خوندم در یکی از مفسران روزنامه جروسلم پست همین امروز نوشته بود که جنگ شاید به موقع متوقف شد برای اینکه به جایی رسیده بودند که هدفهای کوچکتر و کوچکتر رو می‌زدن و به نظر می رسید که فایده و هزینه در مقایسه با هزینهش شاید ارزشش رو نداشت و این جنگ شاید به موقع متوقف شد.